جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد به نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین و روزه و عبادت شما مورد درگاه الله متعال مورد قبول واقع شده باشد. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و از الله تبارک و تعالی طلب کنم که عبادت های پرکم و کاست ما و شما و جمله اهل اسلام را به درگاه خویش قبول کند و به ما و جمله اهل اسلام توفیق عنایت کند تا فهم درستی از اسلام داشته باشیم و عمل درست مطابق ارشادات و تعلیمات سلیم قرآن و سنت داشته باشیم. جزاکم الله خیر. از سوالای SMS بینندگان برنامه را آغاز میکنیم و بیننده پرسیدن که در شمارش تسبیحات با انگشتان دست دچار مشکل و اشتباه میشوند. گفتن آیا میتوانند از دانه های تسبیح برای شمارش ذکر استفاده بکنن؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین و بعد. در مجموع آنچه که مسنون هست در شمارش تسبیحات همین شمارش با انگشتان هست با حساب معروفه که در اون زمان رواج بود و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دیگران به اثبات رسیده. اما شکل محدد در این مقید ساخته نشده که حتما تنها با همین روش میتوانه که ذکر بگوید و بدون این راه دیگری نیست. تنها آنچه که در تسبیح های معروف ملاحظه گرفته شده رایج بودن از اونها نزد بودایی ها و نزد خرافیون که اونها به دور خود از بودایی ها و همسال از آنها گرفتند. این یکی هست. دوم جایگزین ساختن از اونها در بدل تسبیح به انگشتان که مسنون هست. و سومین چیزی که در اینجا ملاحظه که در این بود نوع تقدیس بخشی به همین تسبیح که گویا رمز مسنون بوده باشد در حالی که این چیزی که در اصل شریعت ثبوت از خود نداره و جایگاه خاصی در شریعت نداره. اما کسی که با انگشتان خود نمیتواند شمار کند میتواند که با وسایل دیگر استفاده کنه و در بعض آثار که یعنی قابل استناد جزوی هستند از بعض صحابه و تابعین میشه که مورد استدلال بوده باشه اگرچه اونها دلیل قطعی مسئله شده نمیتوانند اما استناس میشه یعنی میتونه که استفاده کنه از دانه های تسبیح یا که یا هر چیزی دیگری یا اینکه دستگاه شمارش و همساله. یعنی انشاءالله الرحمن در او اشکالی وجود نداره. منتها او را یک مسنون و چیزی سنتی نسیم داره، بله یک وسیله بیرونی به خاطر کاری شرعی.
و برای او تقدیسی خاص شرعی که داده شده بنا آگاهی برای از او این تقدیس را قائل نشود و کوشش غلو در او به حد خرافیانه که از به دور خود اونها گفتیم از بودایی ها و ادیان هندی قبلی گرفتن با اونها تشبیه برای خود نسازه دیگر انشاءالله رحمان اشکال نداره در حالت ضرورت. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا بنده از داغ و فرمانم خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنن و بازم تکرار میکنم بینندگان سوالاتون رو به صورت مختصر و آماده داشته باشین تا زیاد وقت برنامه گرفته نشه. جناب دکتر بیننده گفتن که اگر بعد از غسل جنابت لکه منی که به لباس آغشته است به دست یا بدن بخورد آیا باز هم باید دوباره غسل گرفت؟ نه خیر، لکه بوده باشد دوباره شسته میشه و بس اگر خشک شده باشد تنها با یعنی با خراش انگشتان یا که توسط هر آن چیزی که او را دور میکنه توسط او یعنی دور ساخته شود پاک کرده شود کفایت میکنه. البته اگر آثار از او در لباس و غیره میمونه در او بنابر راجح در مسئله اشکال وجود ندارد چون حدیث صحیح ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که میگه ما از لباس رسول الله صلی الله علیه و آله با انگشتان خود با ناخن‌های خود را خشک بود پاک میکردیم و حتما در اثری اصلی او در لباس به جا میماند. آنچه که غسل را واجب میکند اصل خروج منی، نه اینکه لکه هایی که در لباس و غیره به انسان میاد که انسان به انسان اصابت میکنه. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان هم وصله و باز تکرار میکنم بینندگان لطف کنید سوالاتون رو به صورت مختصر و آماده داشته باشین. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آیشه مجیدی هستم از تهران. در خدمت شما هستیم. سوالم اینه که وقتی که از یک شخصی که غیبت میکنیم بعد از کدام دستش میکنیم، یعنی توبه کردیم اجبارم هست که داریم از خود فردی که غیبتش کردیم معذرت بخوایم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه. تشکر از شما. سوال واضح است، انشاءالله پاسخ دریافت میکنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم خدمت استادان گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. استاد گرامی، من دیروز بعد از پای نماز تلاوت قرآن من خوابم آمد. خب ببخشید اگه لطف کنید یک کمی بلندتر صحبت کنید، صداتون داره قطع وصل میشه، تکه تکه داره میاد. مجدد الان صداتون داره قطع وصل میشه، نمیدونم اگه دوباره تماس بگیرین بهتره فکر کنم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوالی داشتم، نماز روزه قبول باشه ان شاء الله. سلامت باشین. تشکر از شما. همچنین شما. بفرمایید. آیا کسی که توانایی ازدواج داشته باشه ازدواج کند حکم؟ اگر کسی توانایی ازدواج نداشته باشه، من فردی یک معلول تدنقایی هستم، توانایی ازدواج نداشته باشه ازدواج کند حکمش چیست؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ندارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم خدمت استادان گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. صدا میاد استاد؟ بله صدا خوبه، بفرمایید. صحبت کنید، صدا خوب بود. ظاهراً باز تماسشون قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یه سوالی برای رمضان دارم. بفرمایید. همین شب ساعت بیدار نشیدم، خواستم وقتی نماز شده میخوردم کفارت میشد یا نه؟ یعنی اذان صبح گفته بود؟ تو وقتی نماز خواستیم اسپید نکردیم. یعنی بعد از وقتی که نماز برند شدین غذا خوردین یا نخوردین سحری؟ نخوردم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر، هم سوال جواب میداده. انشالله. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی شما رو خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما. من دو سال داشتم خدمتتون. بفرمایید. یکیش که قرآن تو اتاق خواب که در اونجا هم به سری صورت میگیره جایزه. سوال بعدی؟ یکی دیگه هم این که مگه پیامبران الگوی ما نیستن؟ پیامبران؟ حضرت نوح و بله اونا که الگو و پیشوای ما نیستن؟ درست. حضرت نوح و حضرت لوط که همسراشون که کافر بودن چرا ازشون جدا نشدن؟ من که همسرم نماز نمیکنه، روزه نمیگیره، از فقها پرسیدم گفتن باید ازش جدا بشی، ولی من این زندگی خیلی دوست دارم. حالا نمیدونم چیکار کنم. اگه باز زندگی کنم میترسم گناه اونم دامن منو بگیره. حالا خیلی دعا میکنم، نمیدونم چیکار، بلا تکلیفم تو این زندگی. خواهش میکنم تو رو خدا کمکم کنید. درست. انشالله. تشکر از شما. خسته نباشید. خیلی ممنون. سلامت باشین. خسته نباشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام خدمت استادان گرامی، خوب هستین؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. زنده باشید. میگم استاد جان، من دیروز بعد از نماز ظهر بعد از تلاوت قرآن کریم خوابم آمد، خواب رفتم. در خوابم خواب دیدم با یک خانومی همبستر شدم. بعد وقتی بیدار شدم لباسم بی نماز رو رفتم سریع غسل کردم. آیا روزم باطل شده و باید چیکار کنم؟ ممنونم خدمتتون. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. خسته نباشید. سلامت باشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. آقا یک سوال داشتم. ما بیستمی دم که نماز ما هم بخونیم خب؟ بله، نماز بخونید. بله، نماز که میخونیم ما خیلی فراموشی دارم. یادم نمیاد اون وقتی بیشیستم یا نشیستم. یا همین الان به شریف میخونم، یه سوری میخونم یا نمیخونم. بعدش توجیه سبک انجام دام صحیحه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی تماس شما وصله، لطفا صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی من از شما خواهش میکنم وقتی که صداتون رو وصل شد متوجه شدین که تماس وصله صحبت کنید، منتظر نباشین صدا از تلویزیون پخش بشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله. بفرمایید گرامی. صحبت کنید، صدا شما وصله. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما یک سوال داشتم از استاد، میخواستم درباره می قرائت
بله. درباره قرائت خلف الامام هم در جهریه باید قرائت شود؟ درست، سوالتون رو گرفتیم. سوال دیگه هم داریم؟ قرائت خلف الامام شما از طریق گوشی تلفن صحبتتون رو ادامه بدین، چون صدا منتظر نباشین صداتون از تلویزیون بشنوین. بس تشکر، خداحافظتون. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی صدای شما خیلی مشکل داره، یعنی صداتون نمیاد، فقط صدای خشخش میاد. اگر لطف کنید دوباره تماس بگیرین. سلام علیکم، بفرمایید. صحبت کنید بیننده گرامی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. بخاطر اینکه از لحاظ شرعی یه تعدادی از سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. تشکر، زنده باشین. اسمم فریشته از افغانستان، فعلا به یکی از شهرهای انگلیس زندگی میکنم. یک دوستم از افغانستان به مثل ما که تقریبا مریضی ماور یک ماه طول میکشه. هفته اول کم کمه، بعد همیشه زیاد میشه، تقریبا حدود یک ماه گفت طول میکشه. حالا هم فعلا گفت ماه مبارک که من چیکار کنم؟ گفتم باشه من زنگ میزنم ببینیم چی میگم استاد. یعنی نمیتونن باید دارو مصرف بکنن در روز رمضان برای روزه؟ نمیفهم دیگه، اونا دختر خونه هم استاد محترم دیگه. بعد یک ماه باز برای مدت چند دوباره خشک میمانه؟ ماه اول که مریض میشه 10 روز تقریبا میگه لکه بینی دارم، امیت زیادم نمیشه، خوندوزیم لکه بینی دارم، نه نماز خونده میکنم نه روزه. از دیروز میگه مریض شدم، حالا دیگه 10 روز میگم میرخم، بعد از 10 روزم باز تقریبا 10 روز بگم خوندوزیم زیاد میشه، انتهای 10 ماه میگه 1 ماه ببخشید میگه طول میکشه اما خوندوزیمه. باز بعد از دیگه اگه روزه باشه یا نماز باشه بعد از میگه میتونم که انجام بدم. نه بعد یک ماه باز چی میشه؟ باز ماه دیگه شروع میشه؟ تمیز میشه. نه تمیز میشه دیگه، باز دیگه ما به وقت خود باز مریض میشه. شاید این مدتی که طول میکشه 1 ماه طول میکشه برای ازش. بله تقریبا استاد محترم 1 سال میشه که دوست من همین مشکل داره و به تم 1 سال هم مکرر از ما پرسان میکنه که من چیکار کنم. گفتم باشه من بخیر زنگ نه دوباره روش یک مشکل در مسئله هست. همین 1 ماه بعد از چی؟ بعد از چند مدت شروع میشه؟ تمیز شد؟ تمیز شد بعد دوباره تکرار میکنم استاد محترم. دیروز همین عادت ماهواری شروع شد، اول ماه مریضی ماهواری شروع شد از دیروز دارم 1 لکه صبح وقتی که نماز خوانده دیده روزه خورم گرفته، بعد از به من زنگ زد که چیکار کنم؟ گفتم باشه میپرسم. بعد تقریبا 10 روز میگه یعنی میشه لکه بینی دارم، بعد از 10 روز خوندریزیم زیاد میشه، تقریبا بعضی ماها 10 روز طول میکشه، بعضی ماها 1 ماه طول میکشه. عادت ماهواری قبلیشان چند بود؟ تقریبا 1 سال پیش نرمال بود، تقریبا 1 سال میشه که همین مشکل درست است، اما نرمال چند روز بود؟ همین 7 روز، همین 3 روز نرمال بود. نه نرمال 7 روز بود یا 10 روز؟ 7 روز. فعلا 10 روز لکه که تا 10 روز هست لکه یک رنگ است؟ نه اول که میگم مریض میشم ببخشید استاد میگم خونای سیاه بدرنگی نمیفهمید لخت بله خون طبیعی خون گوسفند که باشه.
بله خون طبیعی ماهواری است دیگه. بعد چند روز تغییر میکنه؟ بعد از اون 10 روز باز دوباره خونریزی و شدید میشه. باز رنگ خون سرخ میباشه. بله رنگ خون میگه پس بعد میشه سرخ میشه. بله. سوالتان فهمیده. تشکر از شما. خواهش میکنم استاد یک سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. اینم دیگه آخرین بیننده باشه یا آخرین سوال دیگه؟ باشه. من یک تفلک دارم، شیر خود خور میدم. اگر لطف کنیم به ما بگیم چیکار کنم، روزه خور بگیرم یا نگیرم؟ دخترک ما تقریبا حدود 5 ماهه، 4.5 ماه 5 نه. غذام خورده نمیتونه، شیرم الحمدلله خوبه دارم. چیکار کنم به نظر شما؟ به حساب روزه به او تاثیر میگذاره یا نه؟ نه، من 2 روز گرفتم، زیاد شیر نداشتم استاد. باز که روزه که نگرفتم شب دیگه خوب شیر زیاد داشتم. درست. یعنی روزه که بگیری نگرفتن شیرشون کم بود، روزه گرفتن؟ نه، شیر کم بود که اون آسیب پذیر میشد یا یکی یعنی کمی کمتر بود از حد اعلا. این دو تا با هم فرق کمی کم بود. او قسم زیاد خشک نشده بود، کم بود. یعنی میتوانید که مشکلی او رفع شود؟ بله. تشکر از شما. خواهش میکنم. تشکر استاد. ببخشید وقت شما زیاد گرفتم. سلام علیکم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با هم باشید. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. گفته شده 3 چیز خداوند پنهان کرده در 3 چیز که غنیمت بشمارید. رضایت خدا و خوشنودی الله در لابلای طاعات و بندگی ما پنهان است. یعنی ما نمیدونیم در کدام طاعت رضایت بیشتره. ممکنه همون عملی که چیزی به حساب نمیارید، کوچکش میشمارید، چنان درش رضایت خداست که فکرش نمی کنید. پیغمبر فرمودن علیه السلام لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق. از خوبی ها، از معروف و نیکی چیزی رو کوچک مپندار، حتی اگر شده در حین دیدار و ملاقات با برادر مسلمونت با چهره خندان و بشاش. ممکنه همین لبخند تو، همین چهره باز و خندان تو چنان سرور و شادی و در دل یه مؤمن بندازه که فکرش نمی کنید. بلخص وقتی تو جایگاهی دارید، مقام دارید، پول دارید، ثروتمندید، اهل منصبید، یه انسان مظلوم، فقیر، بی‌نام و نشان تو جامعه از کنارش میگذرید، اگر بهش سلام بکنید، یه لبخندی بزنید، میدونید با خودش چه میگه؟ میگه حدرم و دانست. فکر نمی کنید که این بنده خدا چقدر خوشحال می شود، چقدر لذت می برد از سلام تو، از روی خوش تو. خیلی وقتا ما بدون اینکه خودبین باشیم و از کنار مردم میگذاریم، سرمون رو پایین میندازیم، سلام میکنیم، یه سلام سرد، یه سلام نمی کنیم. اما نمیدونید که این سلام سرد، این سلام علیک نکردن چقدر تأثیر منفی میتونه تو دل این بنده خدا بذاره. و این بنده خدا ممکنه مظلومه، ممکنه فقیر، ممکنه مسکینه، پیش خدا قدر و منزلت داره. و نکته دوم خشم و غضب خداست. خشم و غضب خدا در معاصی پنهان است. یعنی نگو این مکروه، این گناه کوچکه، این همه انجام میدن، منم انجام میدم. ممکنه همون عمل کوچک که گناهه درش خشم و غضبی باشه که انسان رو بدبخت بکنه. ایاکم و محقرات الذنوب، بر حذر باشید از گناههای کوچک. نگو چون گناههای کوچک ممکنه یه وقت به نحوی همون گناه کوچک تو رو هلاک بکند. و مورد سوم گفته شده که محبت خدا و دوستی خدا نسبت به بندگانش پنهان است. ما نمیدونیم که خدا کدوم بنده اش رو بیشتر دوست داره.
ما نمیدونیم. ممکنه همون بنده خدایی که ما چیزی به حسابش نمیاریم پیش خدا قدر و منزلت و جایگاه والایی دارد و جزو اولیای مقرب الله جل شأنه. ما که نمیدونیم، خبر از اسرار مردم نداریم، خبر از دل و باطن مردم نداریم، خبر از نهانها و خلوتها نداریم. لذا به همه احترام میگذاریم، به همه سلام میکنیم، به همه روی خوش نشون میدیم که ممکنه از لابلای همین افراد یه سری افرادی باشن که جزو اولیایند که وقتی دلشون رو شاد میکنید دل ولی خدا و دوست خدا رو دارید شاد میکنید. لذا پرهیز بکنید از ناراحت کردن مردم و بندگان خدا، بالاخص به ظاهر نگاه نکنید و به ظاهر قضاوت نکنید، حتی اگر به ظاهر فرد نه تنها از نظر چهره او و لباس او و موقعیت اجتماعی بلکه از نظر رفتار و اخلاق و دینداریش چیزی به حساب نمیارید، تحقیرش نکن که ممکنه انسان مغرور بشود، بچرکن نماز و عبادت خودش و دیگران رو به حساب نیاره. همون بنده خدا که به ظاهر از نظر عبادی و دینی و ایمانی حسابش نمی کنید ممکن است چنان تقوای خدا، محبت خدا، خشیت خدا دارد که من و تو نداریم، خبر نداریم از دل مردم. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب دکتر، خانم عایشه مجیدی پرسیدن اگر کسی غیبتی کرده باشد و الان توبه کرده، آیا همین توبه کافیه گناهش بخشیده بشود یا باید از شخصی که غیبت کرده معذرت خواهی بکنه؟ الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد این از امور است که توبه در اینها ان شاء الله الرحمن به تنهایی خود کفایت میکند و در صورتی که از اثر او، از اثر غیبت او نتایج منفی و عواقب منفی به شخص مرتب شده باشد، باید به افرادی که نزد از آنها غیبت کرده و این اثر منفی داشته، مخصوصا که در غیبت خود قسمی که فعلا بسیاری ها آنچه را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تهمت نامیده، تهمت را غیبت مینامند که یعنی چیزی که واقعیت نداره از یکی به دیگری حکایت میکنه. اگر خرابی از اثر او به وجود آمده باید که نزد اون نفر دیگر رفته اصلاح بکنه خرابی خود. این از جمله اساساتش است. اما که رفته نزد کسی که به او غیبت کرده به او اطلاع بده که ما به تو غیبت کردم، این دیدی معقوله نیست. جزاکم الله خیر. اگر کسی به خاطر معلولیت یا مشکل جسمی توانایی ازدواج نداشته باشد ولی ازدواج بکند، این کار حکمش چیست؟ این به اساس معلولیت و توانایی نداره وقتی که ازدواج میکنه گفتن قطع نخواه هستن اصلا. بله، یعنی تولد و تناسل نمیشه. میشه ولی حرکت و از حرکت راه رفتن مثلا مشکل داره. بله، در صورتی که جهت مقابل در او قناعت داره و این چیزها مانع پذیرایی او نمیشه و ان شاء الله الرحمن اشکالی در این نیست. امید است که یعنی الله تبارک و تعالی لطفی بکنه و فرزند در نتیجه او باشه که
در خدمت آنها قرار داشته باشه. البته اگر مریضی شکلی است که در وضعیت اولاد تأثیر میگذاره، یعنی اونها هم با همین مشکلات گرفتار می بوده باشند، در اون صورت باز حکم جداگانه خود داره و به هر حال یعنی اصل در چیزا رضایت طرفین هست که طرفی که هست او از قلب خود راضی و به اقدام خودی داشته باشه بر او. شاید در او اشکال نیست، مگر حالا گفتم حالاتی که در او مرض از جمله امراضی هست که در جنین تأثیر گذار هست و جنین مشوه و خراب به وجود میاره، در او صورت باز حکم جداگانه خدا می داشته باشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که شب برای سحری بیدار نشدن و وقت نماز شده بود که بلند شدن، اگر غذا میخوردن آیا باید کفاره بر آنها بود و روزشون چه حکم داشت؟ بله، وقتی که در صورتی که میخوردن در یعنی روزخوار به شمار میرفتن در او روز و کفاره قضای او روزه در مذهب در عموم مذهب امام شافعی رحمه الله و عموم محدثین نظرشان در او میست که یک روز همان روز را دوباره روزه میگیرن، کفاره ای است و استغفار میکنه در بدل کوتاهیش در او. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله در مذهب حنفی 60 روز کفاره 60 روز روزه بالای او به خاطر یک روز خورده میبوده باشه. بله، اگرچه از لحاظ ادله یعنی قوت خاصی نداره، اگر که دلیل قیاسی هست به حالت جماع و دیگر وقتی دیدن این دلیل یعنی در حد نیست که با او مسائل دیگر قیاس کرده شود، لذا به حکمی او نگرفتن. به هر حال این موضوع یعنی وقتی که کس بیدار می شود برای او خوردن روا نیست، مگر این که در وضعیت او به خرابی میکشد و یعنی نهایت بیتاب می شود در جریان روز، بنابر عذری که در اونجا هست میگه الضرورة تبیح المحظورات، که ضرورت و مجبوریت ممنوعات مباح میسازه. پس در اون صورت وقتی که خطر جانی از او است یا خطر گرفتاری شدیدی به بیماری هست از در حکم رخصتی کی داخل میشه؟ بیمار و نیازمند. پس در اون صورت میتونه بخوره و یک روز قضا بیاره بدون اینکه گناه داشته باشه، اما بدون اینکه به مشکل شدید گرفتار شود اگه بخوره گناه به مجرد اینکه سحری بیدار نشدم بخوره، در اون صورت گناهگار میباشه. جزاکم الله خیر. گذاشتن قرآن در اتاق خواب جایی که هم بستری صورت میگیرد آیا جایز است یا نه؟ اشکالی ندارد. درست. بیننده گفتن که پیامبران الگوی ما هستند، مثل حضرت نوح، حضرت لوط علیه السلام، در حالی که همسرانشون هم کافر بودن و از آنها جدا نشدن. حالا سوالشون این بود، گفتن که شوهرشون بی‌نماز است و خیلی میگوین که از او باید جدا شوی، آیا باید جدا شون یا راه حل دیگه هم داره؟ بله، در قرآن کریم در سوره مائده الله تبارک و تعالی گفته است که ما قرآن کریم با تو نازل کردیم مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیهم، تصدیقگر کتاب هایی که قبل از او بوده و مسلط و حاکم بر آنها. یعنی هر احکام قرآن کریم ناسخی همه احکام کتاب های آسمانی گذشته و شریعت های آسمانی قبل از شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم قسمی که در سوره آل عمران آمده، آیه 81 هست به فکرم، سوره آل عمران میگه که الله تبارک تعالی از تمام پیامبران عهد و پیمان گرفتن تا اینکه به این که زمانی که پیامبر آخری محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در صورت در زندگی شما، در زندگی هر یکی از شما پیامبر آخری وقتی که مبعوث می شود، شما حتما
لتؤمنون به و لتنصرنه، حتما به او ایمان میاره و او را مدد میکنه. پس اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم هم میفرمایند که قسم به ذاتی که جان ما به دست اوست، اگر موسی علیه السلام زنده شده بیاید، ما وسعه الا اتباعی، برای او گنجایشی نیست جز اینکه از من، از پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیروی کند. ما هم در شریعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بررسی نصوص قرآن کریم میبینیم که تا به زمان صلح حدیبیه، تا به سال صلح حدیبیه، ازدواج میان مسلمان و زن مسلمان و مرد کافر و مرد مسلمان و زنی کافر جواز داشت، یعنی تا به او وقت ممنوع نبود و در شریعت های قبلی هم ممنوع نشده بود. بعد از او با نزول آیه معروف سوره ممتحنه در پاره قد سمع الله، پاره 27 میشه، در او الله تبارک تعالی حکم قطعی صادر کردن که ولا تمسکوا بعصم الکوافر، در عصمت خود زنهای کافر را نگاه ندارد. لهن حل لهم ولا هم یحلون لهن، نه راجب زنهای مسلمان که هجرت کرده میآیند گفتن نه این زنهای مسلمان برای کافرها حلال هستند و نه اون مردهای کافر برای اینها حلال هستند. سپس میگه که شما خود هم در عقد نکاح زنهای کافر را نگاه ندارد. تنها آنچه که در سوره مائده استثنایی زنهای اهل کتاب آمده، در غیر او زن ازدواج میان مرد مسلمان و زن کافر یا زن مسلمان و مرد کافر به هیچ وجه جواز نداره. این امور از امور استثنایی است که ما حتی در سوره ممتحنه و از سوره های متعدد دیگری داریم که راجع به ابراهیم علیه السلام میگه که او پیشوا و اسوه است برای شما، مگر در دعایی که برای پدر خود انجام داده بود که این برای پدرش انجام داده بود و این دعا برای شخص کافر روا نیست. دعای استغفار برای شخص کافر، دعای هدایت که جواز داره، اما دعای استغفار بعد از مرگ بر کفر او جواز نداره. لذا نبی الله تبارک تعالی وقتی که میگه که برای شما و اسوة فی ابراهیم والذین آمنوا معه، برای در اونا اسوه هستن، مگر در الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک، مگر در قول ابراهیم علیه السلام برای پدرش که حتما برای تو استغفار میکنم. این نقاطی که نقد شده یا که در شریعت بالای از اون ملاحظه گرفته شده، اینها از موارد اسوه‌ای بیرون میباشن. با همین منوال ما یعنی داریم هر آنچه که در امتهای قبل، در شریعت های پیامبران قبل از محمد صلی الله علیه و سلم جواز داشت، اما در شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او حکمی او تغییر کرد. ما پیروی چه حکمی داره در اسلام ازدواج با کافر که اول مسلمان بوده بعد دیگه؟ بله، ازدواج با کافر حرام است و وقتی که یکی از طرفین اسلام میاره، کافر بودن هر دوشان، یکی از طرفین یکی از اونها اسلام میاره، که البته ایشون هر دو مسلمان بودن و همچنین هر دو مسلمان بودن، یکی اگر کافر میشه در اون صورت بین از اونها از هم جدا میشن بر حکم شریعت. اما مسئله بینماز این که هست در ما نمیتونیم که جدی بوده باشیم که باید از کلا در حکم کافری خارج از ملت داشته باشه، چون اگرچه رأی امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی و تعداد از علما همی است که کافری است که از دین اسلام بیرون است. اما چون مسئله هنوز محل اختلاف است میان ائمه، چون امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفه رحمه الله و تعداد دیگری میگن کفری نیست که از اسلام کاملا او را بیرون بسازه. عمل کفری هست اما کفر دون کفرین
لذا از این قبیل گرفته میشه و یعنی این عقدها بالای این در چنین حالات جدی گرفته نمیشه. اما وقتی که منکری نماز می باشه یا این که اندیشه های کفری قطعی اندیشه های کفری قطعی در او از او آشکار میشه، در او صورت هیچ نوع بقای اونها با هم جواز نداره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که در روز رمضان در حالت روزه جنوب شدن و غسل هم زدن، آیا روزشون درسته یا نه؟ هیچ اشکال نداره، همگی هم میتونه کنه که روزه درسته. بله روزه درست است. کسی که جنوب شده غسل میکنه، چیزی بالاتر از این بالایش نیست. درست. کسی که در نماز دچار فراموشی میشود که آیا نشسته یا ننشسته یا سوره خوانده یا نه و در آخر سجده سهو انجام بده، آیا نمازش درسته؟ در جایی که اشتباه میکنه اگر وسوسه‌ای نبوده باشد با اصل گمان راجح خود با تخمین راجح خود در اوجه بنا میکنه، باقی تکمیل میکنه. اگر موضوعی که شخصی وسوسه‌ای بوده باشه به وسوسه هیچ اعتنا نمیکنه و چیزی که فعلا به خاطر داره به عمو پیش میره و در اخیر یک سجده سهو انجام میده، اشکال دیگری در اون نیست. قرائت خلف امام هم در جهریه و هم در سریه آیا درسته؟ به اساس برداشت من راجح امین است که در هر حالت باید خوانده شود، چون نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قول او صریح است و احتیاط هم همین است. اما بعد از این رأی دومی که نزدیکتر هست رأی امام مالک رحمه الله است که قرائت در خفیه یعنی در خفیه لازمی میدانه و در جهری معذور میدانه، اما نصوص و دلالت نصوص عموما به لزوم قرائت سوره فاتحه در همه حالت است. جزاکم الله خیر. دو تا سوال مونده با 2 دقیقه و یا 1 دقیقه و نیم وقت. بینندگی گفتن که خانمی دچار عادت ماهیانه میشن که 1 ماه طول میکشد و در حالتهای مختلف لکه، آیا روزه بگیرن یا نه؟ بله، این خواهر عزیز ما ظاهرا عادت ماهواریشان اولا تغییر کرده از 7 روز به 10 روز، چون قسمی که یادآور شدن لکه‌ای که در 10 روز اول میبینن لکه سیاه‌گونه هست تا به 10 روز همین ادامه داره، بعد از او تغییر میکنه که بعد از روز 10 که تغییر میکنه به خون سرخ تبدیل میشه و این مدت باقی استحاضه به شمار میرونه، خون رگ به شمار میرونه، نه خون حیض. از اون به بعد غسل میکنن، روزه خود میگیرن، نماز خود میخوانن و خون ما بعدی از او هیچ چیزی نداره. درست، یعنی عبادتش انجام میده. بله، تنها خونه که همین 10 روز اول که بالای از اونها حتمی هست را یعنی در این روزه گرفتن برش جواز داره، نه نماز خواندن. درست. جزاکم الله خیر. وقت برنامه تمام شد، 1 سوال موند متاسفانه. میگویم اون را که اگر گفته شد وقتی که طفل شیرخوار اگر متضرر نمیشده باشه، آسیب پذیر نمیشده باشه، در اون صورت روزه خود بگیره. اگر طفل متضرر میشده باشد و شیر برای غذای او کفایت نمیکرده باشد، در اون صورت میتونه که در این روزها روزه خود بخوره و در جریان سال قضای او را ادا کنه. درست. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم تا لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر.
ذاكرين